در اینجا در ساحل رود 5 ساختمانی پالایشگاه آب جریان دارد. با انجام آن قرار است ساکنان ناحیه‌های همدانی، واسه و فرخار آب پاک گیرند. این پالایشگاه در ناحیه همدانی ساخته شده مساحتش 36 گکتار خواهد بود. تا حال 80% کار اجرا شده است. رهبر ناحیه امیدوار است که از تحشین آب در اینجا همچون می شود طلا به دست آورد و هم مواد خام برای استحصال شیشه. از نقطه نظر همون تکنولوژیش در اینجا طلا بسیار خرد می شود. مثلا اونجا که واسه در شگنو کار میکنن اگر همون تجربه رو بیاره ایرا گرفتن نمیتونه، ایرا بگیم میگذرونه. دیگه از اینجا ممکن شیشه برآوردن ممکن است از همین قیمتی تکشین می شود. ساختمان پالایشگاه را بانک جهانی سرمایه گذاری می کند، اما دقیق گفتن نمی شود که آن با چقدر مبلغ بنیاد می شود. تا حال در این منطقه و ساحل دریای 5 چنین پالایشگاه وجود نداشت. آبی رودخانه به همدانی واسع و فرخار در شکل گلالود وارد می شود. بیشتر کشتزارهای این سه ناحیه از همین رود آب می گیرند. ولی زمستان این آب می خشکد و دوره پاککاری رودخانه فرا می رسد. بعدی سیزن بگیم موسم آبی به انجام میرسه، هر سال مجبور می شود که 5 6 10 اکسکاتر میبرد، همون قیمتی که تکشین می شود همون قیمت تازه میکند. در حکومت ناحیه همدانی میگویند با آغاز کار پالایشگاه مشکل پاککاری حل می شود. اهمیت پالایشگاه را در یک سفر کاری سروزیر تاجیکستان قاهی رسولزاده به اینجا تاکید میکند. وی دستور داده است که ساختمان هرچی زودتر به پایان رسد. ساکنان سه ناحیه نیز منتظر رسیدن آب پاک هستند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه همدانی.